وقتی که پایتون روی سیستمتون نصب بود، تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم فرض کنیم من الان اینجا یه کد بنویسم. تو پست بهتون یاد دادم که دستور پرینت وجود داره و دستور هلو ورد نوشتیم. من می نویسم پرینت و پرانتزا باز میکنم، میبینی خودش براتون میبنده. دابل کوتیشن رو باز میکنم و می نویسم هلو ورلد و اینجا کد کامل میشه. کنترل اس بزنین که سیو کنه. من تو تنظیمات گفتم که خودش برام اتوماتیک سیو کنه، برای همین من نیازی بهش ندارم. کنترل اس بزنین تا سیو بشه. بالا سمت راست ممکنه شما این علامت رانا داشته باشین. اگر داشتین میتونین همین رو بزنین تا براتون همین کدا اجرا کنه. اگر نداشتین که ایرادی هم نداره، بیاین روی این فایل کلیک راست بکنین و ریویل این فایل اکسپلورر رو بزنین تا فایلی که این فولدری که این فایل توش وجود داره پیدا بشه. این بالا کلیک بکنین توی آدرس و تایپ کنین cmd تا براتون کامند پرامپت باز بشه. هیچ نکته